Ulu Tanrı'nın adıyla. Əziz dostlar, mən dünən söz verdiyim kimi dünəndən arkada bir Osmanlı muziğin yaymağa çalışacağım. جالبه که این ویدیو رو وقتی آدم دنبالش میگرده نمیتونه پیدا بکنه، ولی زمانی که احتیاجش خیلی نیست این هم باید من اول قبل از اینکه لایو رو باز بکنم این رو پیدا بکنم، اون موزیک مورد نظر 10 ساعت رو بذارم که حالا این عربیان نایتس صفوی هم موزیک اینجا هست. جالبه، این نمیدونستم. حالا برگردیم، به هر حال یکی از اینها رو انتخاب بکنیم بذاریم همین. From idea to submission, empower students to do their best work with Grammarly's comprehensive AI writing assistance. اوکی. فکر میکنم که الان 4 دقیقه و نیمه که خب اینم درستش میکنیم از فردا. اوکی. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و با 75مین شماره مهندسی جهل برنامه رو آغاز میکنم. همونطور که دیروز اعلام کردم، از دیروز 2 بخش از تمدن ترکی
خاک تحت سیطره به استیلای اشغالگران قرار گرفته و متاسفانه تلاش کردن که ما اینها رو فراموش بکنیم و فراموش کردیم. یکی تمدن مکتوب و دیگری موسیقی ترک‌ها هست. من از موسیقی ترکی پس زمینه می‌ذارم که موسیقی آرام داشته باشیم و در خود تصویر هم کتاب رو نمایش دادم و همچنین خواهم خوند. خب دوستان، این یک اشتباهی انجام دادم که کتاب‌های علمی رو متوجه اخلاق خواهی کرد. در نتیجه از اخلاق رفتیم و همه ما نظام برگردن می‌کنم اخلاق رو جناب حسن دارشور این دیروز البته این ifade
اخلاق ششم. من دیروز اینا رو بازی کردم. پسگرد تمدنی داشته باشیم، پسگرد تمدنی داشته باشیم، توقف تمدنی داشته باشیم، پسگرد تمدنی داشته باشیم که قطعاً از اینها اینجا در مورد غیبت بعدی
خانه یا böyle şey و حق حقیقت و خیر محسن و حسد و دیانت احساسındır. اینها حالا میگه متعلق به خیر و شر حد ذاتinde başka nasna olar yani bunlar furuğinde ilal muhtelif beyninde mucibe ihtilaf olsa da ahvalinde cümlesi müttefik olar yani tefeula babine yani tefeula babine ederse giden ve bu iddiale mucibine itirazın cevabı حالا اینجوری یه مقدار باید همونطور که درس داریم قبل عرض کردم باید روی کتاب خوندن این کتاب خطی تاریخی سرمایه‌گذاری باید که وقت بذاریم بدون اینکه عجله بکنیم با حتی بدون اینکه تلاش کنیم درست بکنیم تلاش بکنیم که ببینیم و اینها رو جلو بدیم تا دفعه بعد مفهوم رو بکنیم و بعد وقتی که جمله ها رو میریم جلوتر بودن رو کشف میکنیم قواعدی که این آدم بر اساس قلم کاغذ حرکت داده و حروف رو نقاشی کرده. اون وقت باهاش آشنا میشیم و میتونیم در دور سوم کتاب رو حداقل تا 90% بخونیم. حالا در یه چنین برنامه زندگی که آدم وقت میذاره خودش یه استرس داره البته چون من اجبار ندارم حتما زنده بذارم ولی خب دلم میخواد که به همه نشون بدم که ما در ایران چه وضعیتی داریم. ما نمیتونیم کتابی رو که به زبان ما نوشته شده رو بخونیم. چرا؟ چون آموزش نداریم. چرا؟ چون با کلماتش آشنا نیستیم. چرا؟ با مفاهیمش آشنا نیستیم. و زبان ما زبان کوچه بازاره. gösterdi fakat Fransa bir miktar akçeye önce gösterildi fakat Fransa bir miktar akçeye verilden öncesi oldu. حالا مثلا من اگه اینجا بلند نکنم میتونم مثلا بی‌بی‌سی بگردم بعضی کلمه ها رو رد بکنم بعد درس رو مثلا قرار مثلا این قرار دارم میکنم ولی این قرار نمیکنم قرار ایزدیکن فرمان رو و این کتاب برای دو کتاب‌های دستی چیز هستش امیدوارم که در این آخرین بخش کتاب‌های مربوط به اخلاق رو می‌بینیم. دیگر bir şartı dahi vardır. Muavin olan adam bir faide olmalıdır. Ve bedeninden dolayı bir kimseye حالا این یک کلمه که دیروز تلاش کردم بخونم الان یادم نیست یعنی خوندم دیروز یه جایی همین کتاب حقوق بود کجا بود طلابی bir kimseye bir terzi olmamaktur. Xeyrxahlık və bir xahlık.
خیرخواهلق و بدخواهلق. این بدخواهلق، خیرخواهلق و بدخواهلق اینم یه بخش دیگری از اخلاق هستش. bir dosta yaxud bir fəqirə muhtac olduğu şeyi əşdad etmək, istirdad etmək neylə iqra چی میشه. نبوده. کتاب برای آموزش بودن که خیلی خلاصه حتی بعدن کتاب حالا میریم این کتاب به داخل بکنیم میلیون مرتبه کنشگاه حالا این رو باز کتاب هستش که اینجا باز میشه در دوره عثمانی نوشته شده برای کتاب اینجا بالا نوشته که در 1177 نوشته شده سال
ترجمه ترکی مدخل کوشیار هستش، یک کتابی برای کوشیار کامل اسمش میگه که آیده های زیادی داره به نسبت و کتاب‌های نجومی هستش که متداول در نزد اهالی رشته، اهالی کسانی که آسمان‌ها رو وسط می‌کنن، ستاره‌ها رو، سیارات رو، آسمان‌ها رو، روی اینها رو، این کتاب در میان‌ها بسیار مورد مقبول بوده هستش. ترجمهش چیه؟ محمد هستش که فرزند قوم فرزند خزر Amma müşkilat həll edib ammi nas andan mənfəətləri edə. Ustad təlimin mufid ola. Ustad təliminə mufid ola. Və ətəsəmtu ilallahi və billahi توفیق imdi. حالا چنگ زدم به خداوند و از خداوندم توفیق میخوام. imdi
مدخل کوشیار دروب مقاله دور 4 مقاله دور. این کتاب 4 مقاله هستش. اول مقاله‌سی مدخل احوالنده دور. مقاله اول این کتاب در مورد مقدمه‌ای بر نجوم هستش. ikinci مقاله‌سی حکم امور عالمده دور. در مورد امور عالم هستش مقاله دوم. و üçüncü مقاله‌سی حکم موالیده دور و سنلری تحلیل‌گرنده دور. میگه در مورد حالا اینجا موالید به چه معنی دقیقاً بگم که نمیدونم، برای اینکه این رفت چی موالید در اصلش اینه که باید در زاد و ولد باشه. آیا در مورد زاد و ولد ستارگان و سیارات صحبت میکنه یا اینکه این یه اصطلاح خاصیه همونطور که و تحلیل‌گرنده و سنلری تحلیل‌گرنده و در مورد تغییر و تحولات سالها هستش. سالها چجوری تحلیل و تحول میشن. و dördüncü مقاله‌سی اعمال اختیارانده. مقاله 4 در مورد رفتارهایی که اختیاریه. المقاله الاولى فی المدخل و الاصول. این از اینجا مدخل اول شروع میشه، یعنی اول مقاله مدخل علم نجومیده دور و مدخل اصول نجومیده دور. هم در مورد مدخل علم نجومه هم در مدخل اصول نجوم هست. اولا 22 باب بود. همین خودش 22 باب هست. اولکی باب صدر کتابیده و آنها لایق olan مقدمات بیاننده بود. در باب اول در همین اول کتاب در مورد کتاب و آنها لایق olan مقدمات و مقدماتی که لایق این بحث هستش اینجا جمع شد. ikinci باب طبایع کواکب داده در مورد طبیعت کواکب یعنی اجرام آسمانی. üçüncü باب سعد و نحس olan کوکبlerin بیاننده بود. در مورد سیاراتی هستش که نحس و سعد یعنی خوبی و نیکی دارن. این در پایبینیونه استفاده می شود. الان نمیدونم از اینجا استفاده می کنم یا در سعد و نحس یعنی خوبی نحس و بدی olan کوکبlerin بیاننده بود. dördüncü باب کواکب مرکزی و حالا اینجا مرکزی و مؤنثی بیاننده بود. مذکر احتمالا بودیم مذکری و مؤنثی بیاننده بود. حالا درباره اینکه کواکبی که من اینجور مرکزی میکنم و مؤنثی میکنم که نمیشه باید بگیم مذکری و مؤنثی، یعنی در مورد جنسیت. حالا برای برای اجرام آسمانی معتقدم که زن و مرد هست. البته الان هم این به نوعی وجود داره. مثلا یک کتابی که خیلی داره مورد میگن مثلا مری مرد جنسی هستش میگن فلانی زنه و از این حرف. 5. باب gündüz و gece متعلق olan کواکب بیاننده بود. حالا اینجا در مورد روز و شب صحبت میکنه. اجرام آسمانی که در مورد روز و شب و اینا چیز میکنن. در مورد طبایع کواکب بیاننده دور. شمسه غربی و بعدی حیثیتی ایله. 6 در مورد وضعیت یا خصوصیات ویژگی های طبایع. حالا نمیدونم چرا به کار میبرن برده، من چون میگم در اونجا در این علم طبایع به چه معنی هستش نمیدونم، ولی طبیعت منظورشه. طبیعت این اجرام آسمانی که از چه نظر؟ از این نظر که آیا به خورشید نزدیکترن یا دورترن. 7. باب تشریح و تقریب. حالا این تشریح چی هست؟
و تقریب کواکب بیانونده دور. اینا دوباره اصطلاحاتی هستن که من دیگه نمیدونم و اینو ادامه نمیدم برای اینکه خیلی تخصصی تر رفت شد و من اینها رو نمیدونم. حالا اگر مثلا بریم اگه بخوایم کتاب رو بخونیم باید خسته نشیم و ادامه بدیم. چه کارهایی انجام میدن یا چه رفتاری میکنن احتمال داریم باشه. خب این که با بروج کلمه و تاریخت و دین بیان در مورد ماه‌ها ماهی کلمه‌ها در آسمان سیارات منقلبه تقریب و ثابت و دو بچه سیاراتی که اجرام دو بچه
تغییرات عارضی دارید که از یه جای دیگه براش وارد شده، یا سعادت فکر غلام بود یا بر اساس فرضیه سعادت مبتنی شده. قوت ذاتیه قول بود که حالا قوت ذاتی چیه؟ داره تعریف میکنه. احتمالا این که اینجا خوندید غلط کنید، بگید من اینجا قوت کواکب یا یک درست دارید خوندم اینجا ذاتی میدونید. احتمالا این ذاتیت یا عارضیه یا اون قوت ذاتی هم میدونید. این مثل رزه هستش. من اینجا دیدم که ذاتیه ذاتی و عارضی بکنید. حالا یا سعادت می‌دارید، حالا این هم ممکنه سعادت نباشه، مثلا معادت باشه یا یک چیز دیگری باشه. حالا بعد این رو که بودیم، حالا من می‌گم سعادت بذارید فلان سعادت بذار فلان قوت ذاتی یا اون که کواکب کمی هزیدن یا خطیدن بیر خطیده اولا. حالا قدرت ذاتی چیه؟ میگه که اون کواکب آسمانی در خط خودش روی یکی از خطوطش باشه. خطیدن بیر خطیده اولا، اون خطوطی که خودش داره روی یه خطی باشه. احتمالا این فرهاد حرکت مدنی‌ها چند تا خط دارن، من چون می‌بینم در اون اجواسی کواکب کمی دیگر یه قدرت مدنی اونا کسی که این چونهایی که کسی به دیگر در خانه خودش هست آندن جمعه بیت شرکی بود. حالا بعد از این بیتش شرفی داره، رازانی داره. آندن جمعه بیت مثلثی بود. حالا بعد از این مثلث میشه. این اونها دیگه چیزایی که من نمیدونم. آندن جمعه حدی دیر. حالا بعد از این حد وجودشه، آندن جمعه وجهی بود. بعد از این وجهشه، حالا وجه صورت من که نمیدونم که چی میشه. bu dediklerimiz bu müstakbel buna mutabık hale büyüyecek ama gecen saltanat falan olursa o vakit bir şeref akıllı حالا طالبینی بمونیم ارتباط میده به طالبینی که دیگه من از اینجا خارج بشم. خب کتاب طالع از عملی رو دارم میبینم. مثلا طالب احتمالا طالبین آسمانی یا مثلا بارمقا اگر بیش درجه قلوب یا بیش درجه اگر قلوب ise قول قلوب اما بیش درجه مرکب قلوب ise اما على التوالي gerek bir قول مرکب دوبی یرده
یواشکی دارم میفهمم بخونم قاعدتاً که تو راحتی میتونم بفهمم. حالا اینجا احتمال این ها رو اینجا در اصل این جدول براشون خانه تحویل میده. جدول السهامات مستعمل الى عند تحویل الشمس الى الجمل و عند الطوال عند طول. اینم حمل باید باشه، جمل نیست. این شمس الى الحمل و عند طول. بقیه تو جدول اینم که بقیهش هستش. حالا اینجا داره اینها رو توضیح میده بر اساس جدول. احتمالاً خانه ها رو هم اینجا مشخص میکنه. بریم صفحه. الان من فکر کنم بیش از یک ساعته که 52 دقیقه است که داریم شروع کردیم. حالا اینجا یک توضیحاتی در مورد این جدول میده. ببینید دوستان، این جدول رو که حالا کجا رفتیم، حالا بذاریم ازش. داره در مورد یه چیزهایی خیلی زیاد توضیح میده. مثلا سهم الطعام چی هست؟ شمسیدن سریخه وارنج نور. سهم الماء اگر نوشتی اول سعبی کبستی اول سهمه نازل اولور لرسه تحقیق اولور چوک اولور. اگر نفوس نازل اولورسه حسد سهم طعام شمسیدن سریخه وارنج النور سهم الماء دمردن زهریه وارنجه. سهم تنویر دمردن مشتریه وارنجه. سهم الحمل. اینا رو خیلی داره نسبت مسافت‌های هم رو مثلا محاسبه میکنه و اینجا هم میتونه براش یه جدول کشیده. باب ثانی طبقات ناسون اجمالاً احوال بیان میده. حالا اینجا در مورد انسان ها صحبت میکنه. بذارید ببینید اینجا چی میگه. برای اینکه اینجا دیده بشه و عکس من دیده این نیفته یه مقدار پایین کنه. باب ثانی طبقات ناسون اجمالاً احوالی بیان میده. به طور خلاصه در مورد احوال طبقات انسان ها صحبت میکنه. حالا چه طبقاتی هستش سلامدار عزیز دوستان؟ çok sağ olun dostum, teşekkür ediyorum, var olasınız. Malumdur ki makdem dahi zikr olundu. Muqaddem dahi zikr olundu ki tahvil sani hudud şamsidir. Hamelün اول ثانیه‌سینه اول وقتن افق مشرقیده تالیه برج تاله نه برج و نه درجه و نه دقیقه. احتمالا 9 باشه. اینو من دارم میخونم، احتمالا هم نباشه چون که فارسی نیست. 9 نمیتونه باشه. افق مشرقیده تالیه نه برج نه و نه درجه و نه دقیقه. حالا این نه نمیشه، تاله نه نمیشه. این تاله نه برج و نه درجه و نه دقیقه طلوع ادریس تاله سنه اولو و شمسون اوائلی برج منجلبه حلول تاله ذالکل فصل. اگر تاله سنه برج ثابت olursa ol sene bu minval üzerine hükm olunur ve eğer zu cesedin olursa nisf-i ahiri mizaniden olur, anın talibi dahi neçe olursa ana göre hükm olunur. Ahirine varınca ve eğer hali sene bir burcu minzalık olursa her tasmin talibi alınıp koyulur. هر نمیم. حالا میبینی که این خیلی تخصصی داره در مورد فعال از طریق من دارم فعال میگم. احتمالا نمیدونم هنوز هم ممکنه که این استفاده بشه در اجرام سماوی یا نشه، نمیدونم. من اینها رو
حالا اون در مورد انسان ها میخواست که توضیحاتی بده که مثلا به نظر من فصل جالبیه که آدم بخونه ببینه که در مورد انسان ها چه تقسیم بندی میکردن در گذشته. ترک ها از طریق این سیارات، گردش سیارات، اینا چه تقسیم بندی میکردن و چه طالعی براش پیش بینی میکردن. من فکر میکنم جالب خواهد بود از نظر اینکه ما ببینیم انسان ها چگونه فکر میکردن و چگونه علم رو چیز میکردن، ایجاد میکردن، تلاش میکردن علم رو برای یه فایده‌ای برای زندگی انسان ایجاد میکردن. حالا من با اجازه برم صفحه 50، این چون گفته 158 صفحه است، 3 صفحه تلاش میکنم بخونم و تمومش بکنیم. این صفحه 50. حالا 3. باب فی معرفت، اینجا 3. باب فی معرفت درجه طالعی، یعنی او 3. مقالنون باب ثالثی دور درجه طالع ولادتون بیاننده دور. وقت و ولادت یعنی مولود وجود بلوغ. حالا این متوجه میشیم که در مورد یه بچه هستش. بچه در چه سالی؟ اونجا که گفت توالد و موالید و اینها، اینجا منظورش بچه هاییه که متولد میشن. حالا میخواد اونا رو بگه. بیاننده دور وقت ولادت یعنی مولود وجود بلوغ، رحمدن تشرع گلب تشریح گلنجه دغدغی زمان مبتدا عظیم دور، مبدأ عظیم دور. حالا اون زمانی که میگه بچه به دنیا میاد، اون لحظه‌ای که از مادر به دنیا موند، اون زمان مبدأ عظیمیه. برای چی؟ برای اینکه اصلا زندگی با اون آغاز میشه. انسانه و شنون ایچون که کسب ادر bu toğmuş zamaninden eşyai toğmazden ol ki hali gibi olmaz. حالا اینجا داره توضیح میده که وقتی که متولد میشه اون زمان اشیایی که اونجا، حالا نمیدونم دیگه خیلی چیزه، من واقعا اینها رو فقط از نظر میخونم که ببینیم ترکی هستش. البته کسی که بخواد باهاش پول در بیاره به نظرم میتونه از این کتاب استفاده بکنه. مثلا این کتاب رو من اگه بخوام ازش پول در بیارم، مثلا تو الان من میبینم که یه تعدادی تو ایران برای اینکه برای یکی فالش رو بگن میلیون ها تومن پول میگیرن. اگه مثلا من بخوام از طریق این پول در بیارم، این کتاب رو مثلا 1 ماه صرف بکنم، کاملا متوجه میشم، روزی 2 ساعت 3 ساعت صرف بکنم، آخرش مثلا یه فالبین حرفه‌ای میشم، میتونم از طریق اینترنت مثلا پول خوبی رو به دست بیارم. خب یعنی میخوام بگم کسی که بخواد میتونه به هر حال اینها رو دارن انجام میدن. حالا هر کسی یه برای خودش یه شأنی قائله. سعادت عالم و نحوست عالم حاصل ایدر دخی مزاج مخصوص قوی نفسانیه کسب ایدر دخی توضغی ساعت ظلماتیدن گررتولur bu alemin ziyasi anlar ziyasini anlar indi bu tali bilinmez illa ol zamanda یعنی حین ولادت. حالا میگه وقتی این بچه در شکم مادره در یک تاریکی قرار داره و حال اون، یعنی طالع اون قابل درک نیست تا اون لحظه‌ای که این بچه به دنیا بیاد. وقتی که داره به دنیا میاد، این اشیایی که در اطرافشه و در آسمان ها و اینها تعیین میکنن که این بچه چی خواهد بود. شاید هم درست باشه، نمیدونم. یعنی من چیزی که نمیدونم رو نمیتونم بگم که این مثلا چرندیات و خرافات و از این حرفا، نمیدونم.
بهترین جواب برای من اینه که نمیدونم این چی میگه و ممکنه راست باشه، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، دروغ باشه، از این حرفا. İmdi bu tale bilinmez illa o zamanide yani hini viladette üstürlab ile bilünür. Evvel üstürlab ile irtifai şems ol zamaninde alınıp bulunur. حالا میگه وقتی که این بچه بخواد به دنیا بیاد باید استرلاب رو به دست گرفت، فاصله خورشید، ارتفاع خورشید رو از زمین باید اندازه گرفت. زمان آلونو بلونور، اگر طالع ولادت gündüz ise، اگر حالا این بچه اگر در روز متولد شده، اگر ججه عیسی، حالا اگر در یعنی اون قسمت یعنی خورشید رو اندازه میگیره، اگر ججه عیسی ثوابتن bir kökeb irtifai alınur sebinün validesinden ol مفارقتی زمانیnden gerektir. حالا میگه که اگه شب بود، تاریک بود، اون بچه که داره از مادرش جدا میشه در اون لحظه زایش، این با از طریق استرلاب با یک سیاره یا ستاره که در آسمانه اون رو اندازه میگیرن. alın bulunur o tale viladet gündüz ise. اگر ججه ise ثوابتن، ثوابت منظور سیارات، bir کوکب، حالا شاید هم ستاره باشه نمیدونم، برای اینکه ثوابت سیاره وقتی میگیم یعنی در حال حرکته، این ثوابت یه چیزی دیگریه که من نمیدونم چیه. bir kevakib irtibai alınur sebinün validesinden ol mufarigati zamaninden gerektir. Ama şul irtifa ki alan saati ile olurlar saati benkamat gibi. Yani hala nemiyorum yani çi benkamat yani çi nemiyorum, benamat çi yani serçe şişeden kum ile olan saatler gibi. یعنی حالا این ساعتی هستش که شنی هست داره اینو میگه که یعنی اگر الور ساعت بنکامات احتمالا یه اسمه gibi یعنی حالا اینجا یه سرچه گفته، نمیدونم این سرچه به معنی گنجش که یعنی اینجا چه معنی میده نمیدونم. سرچه شیشدن گم ایله olan saatler gibi. حالا ساعت هایی که شنی هستش gibi. آنلرده میل آرز olur yani اگر yani ageri گنلسه yeri düz olmasa tefavut eder. حالا باید این ایری گنلسه اگر کج، این حالا اینا ایری یعنی ایری گنلسه اگر اون استرلاب رو یا اون ساعت رو کج بذارید، اینجا ساعته، اون ساعت رو کج بذارید، düz olmasa یعنی درست نباشه، تفاوت ادر و سرجه سن اعوجا. حالا این یه آلتی داره که اونجا احتمالا سرجه گفته میشه یعنی گنجش گفته میشه، اون استرلاب یه حالتی داره، حالا یا رو ساعت نمیدونم، اونو داره میگه. و سرجسین اعوجاج گلونماق ایله تفاوت داره، حتی اون سرچه‌ای که داره اون احتمال میدم اون چیزی که حرکت میکنه نمیدونم چی هست، اون میگه اگر کج باشه اعوجاج گلونماق ایله گلانماق ایله یا گنولماق ایله یعنی گنولماق، بله اون کج اعوجاج گلونماق یعنی کج گذاشتن باعث چیز میشه، تفاوت میشه. و بعضی هواده کج آگار، بعضی چیزا هم در هوا کج آگار یعنی آخماق دیگه یعنی جاری میشه. و بعضی نونده تز آگار، بعضی هم که سریع کی میشه. bunların مشغول olan altı su ile olanidir. این هستش که با 6 سو، حالا اینجا آب هستش نمیدونم چی میشه، با 6 آب جمع بشه نمیدونم اولانودور دقیق تفاوت ادر. حالا این دیگه متوجه شدیم که کتاب ترکی هستش، داره محاسباتش رو حالا یاد میده. بریم صفحه 100 هم یه مقدار بخونیم. این
به جای اینکه 100 برسیم، آها این 158 باشه، میشه مثلا 75 صفحه. این باید من بیام صفحه آخر بریم، آخرش رو همین آخر بخونیم و تمومش بکنیم. مقاله را بعدن صاحب کوشیار ایدر تحقیق biz bu kitabı usul sanat nücumiyeden ve furuiyeden kifayet kaderin zikr eyledik. Dahi tariq tasarrufda ol kitabı işaret eyledik ve anın istimalini dahi anın üzerine aşkare beyan eyledik. Fikri safi ve خاطر zeki ve gerihi ceyide olana bu kitap kifayet eder. Sözü kat etmek ra'y ettik. Gecen bize umur mütealligeden biram lazım olsa nazirimizi küçecek edip Suud ile menhus beynini temyiz edip dahi zayıf ile kavi olanın mabeynini bilavuz ve ana şehadat mahmudeyi ve mezmumeyi mukabil edavuz. بعضی حالا اینجا ادوز میگه، قبلا ادروز میگفت، حالا اینجا احتمالاً ادوز، اینجا این آدم با یه لهجه خاصی هم اینو نوشته ادوز، مقابل ادوز. بعضی نه سیعاتی تلخیص ادوز، ارتدن گنغیسی اغلبدür ve gavaididir ve agvidir ta anın üzerine hüküm ederiz ve kat'i bir husus ebeden hükmü etmesen bir şehadet ile illa iki şehadet ola ve gavi ola ve hükmüde acele olunmaya illa fikir tavileden sonra ve çok teammülen sonra ki şafi ola ol vakti hüküm oluna böyledir dinle. Megale rabi'e dahi tamam oldu ve sallallahu ala seyyidina eşrefil halgi Muhammedin ve alihi teyyibin ve sellem teslimen kesiren ila yevmeddin ve kanel feragu min tenmiyeti madhal kuşyarın 4 megalesi buraya gelince bir tamam ala tefsil cemii bableri ile beyan olunmuştur. 1170 sene 1171 min şehri Şevval fi yevm samin vel eşer روز 22 سامنه بر اشر یعنی روز 12 شوال 1177 این کتاب تکمیل شد. پنجشنبه وقت الضحا تحریر کتاب الفقیر سلیم غنچه‌زاده، تحریر کتاب الفقیر، نویسنده کیه؟ سلیم غنچه‌زاده استانبولی. ایاسوفیا کبیر bu kitabı Türkiye tercüme edenin ikinci hisse haddinden akhz olundu. حالا این تمت الکتاب به اون الله الملک الوهاب. پس اینجا گفته که کتاب در 12 شوال 1177 نوشته شده و این نسخه از روی نسخه دوم نوشته شده، نه از روی اصل کتاب. فی یوم الثامن والعشر، پنجشنبه وقت وقت الضحا، تحریر کتاب الفقیر سلیم غنچه‌زاده استانبولی، این اسمشه. ایاسوفیا کبیر، ایاسوفیا که یه مسجدیه در
چیز ایاسوفیا Kebir bu kitap Türkiye tercüme edenin ikinci haddinden akhz olundu. یعنی کسی که این کتاب رو میخواست ترجمه بکنه از روی دومین نسخه‌ای که از روی نسخه اول نوشته شده، یعنی میگه که حالا ممکن تبدیل و تحولاتی صورت گرفته باشه در نسخه برداری اولیه یا و این، حالا میگه که این از اون گرفته نوشته شده و امیدواره که درست باشه. پس نویسنده یک کسی دیگه است، نسخه بردار یک کسی دیگه. این اسم سلیم غنچه‌زاده اسلامبولی نسخه برداره، یعنی از کتاب اصلی نشسته دستنویس کپی کرده. ولی اون آدمی که این کتاب رو نوشته، اول کتاب یه اسمی ازش اگر یادم باشه خوندیم، اسمش چی بود؟ مترجم که این رو نوشته محمد ابن حر ابن خضر، حالا چی هستش، المیخالجی، که این نویسنده کتاب هست. خب دوستان، حالا بخش اول رو اختصاص دادیم به معرفی کتاب‌های حقوق و دیدید که نمیتونستم بخونم، خیلی سخت بود. علتش چند تا مسئله بود. یکی این که دستنویس بود، خیلی پزشکی نوشته شده بود کتاب. دوم این که خلاصه نوشته شده بود. سوم این که این کتاب تخصصی بود و خب من با اون اصطلاح تخصصی آشنا نبودم. چهارم این بود که باید کتاب رو سطر به سطر بخونید، حداقل یکی دو بار تلاش بکنید کتاب رو 20 صفحه رو بخونید تا با رسم الخط نویسنده آشنا بشید، چجوری حروف رو می‌نویسه. این کار رو چون نکرده بودیم خب سخت بود خوندنش. اما این کتاب دومی که در مورد احتمالاً طالع‌بینی، اسمشو گذاشتن نجوم، که خودش هم معتقده که این نجوم هست، در مورد نجوم هستش و کاربرد نجوم در زندگی انسان ها رو ظاهراً داره بررسی میکنه، طالع‌بینی و اینها هستش. به نظرم کتاب جالبیه برای کسی که بخواد ازش پول در بیاره. میتونه، به نظرم کتاب جالبیه، آدم میتونه، به هر حال انسان ها به این پول میدن دیگه، برای یه چیزایی میشه ازش پول در آورد. یکی بخواد میتونه این کارو بکنه. کتاب جالبیه، به زبان ترکی هستش، خیلی ثقیل نبود، من میتونستم بخونم. علت این که در بعضی از جاها میموندم برای اینکه این کتاب رو باید از اول کلمه به کلمه بخونیم و بعد ببینیم که به چه معنی هست هر کلمه اصطلاحی که در اون علم نجوم استفاده میشه یا طالع‌بینی نجومی استفاده میشه، این رو تعریف میکنه. در نتیجه ما باهاش آشنا میشیم، میتونیم حالا بعداً کاربردش رو بفهمیم که چیه. ولی من چون اینا رو نخونده بودم نمیدونستم معنیش چیه، کواکب یعنی چی، سیارات یعنی چی، از نظر این کتاب و این نویسنده. مثلا طالع‌بینی حالا درجه چیه، ساعت چیه، اینا رو باید از طریق این فهمید. خب دوستان، برای امروز اینقدر کفایت میکنه. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید و تا یک روز دیگر. من حالا چرا این دیگه موسیقی ما اینجا قطع to shockingly good podcasts on the YouTube Music app. منم متوجه نشدم، فراموش کردم. دوباره برگشت و آخرش هم دوباره